سلام و دوستان از چشمه ناصری خسرو. بسیار آبی صاف و شیرین از مهمان نوازی مردمی بدخشان خوشحالم و امید دارم که باز به اینجا برگردم. کسی کو با تو نیکی کرد یک بار، همیشه آن نکوی یاد. من از چنین میراثی تاریخی و طبیعی گذشته اجدادانمان در هیجانم. دیدن چنین مبزه‌ها به من اهمیتی حفظ طبیعت را به خاطر می‌آورد. این هفته در گلاسگو انجمن کاپ 26 ادامه دارد. مهم است که رهبران کشورهای جهان یک جای برای نگاه داشتن سطح گرم شوی اقلیم تا 1.5 درجه سلسیوس همکاری کنند. به سیاره سالم انسانیت زندگی کرده نمیتواند و این مسئولیتی هر یکی ماست تا توانیم برای نسل‌های آینده یک میراث خوب گذاریم.